سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به ویدیو جدید ما که این ویدیو در سال 2022 ضبط شده و این آقا در داخل شرکت شخصی کار میکنه که نگهبان از ارشد و همه کامراها را هر شب چک میکنه. ببینیم چی اتفاقای برش مفته در این طول شب. خب میبینیم که کت کامپیوتر خود مچم چی میکنه. مسلمان هم به نظر میرسه به خاطر که اوجا یک آیه قرآن هم تابلویش هسته. اینجا را براتون اشاره کردم دوستان عزیز، ببینین که دروازه باز شد، دروازه خود به خود باز شد. نفر کم شک کرد، ببینین از جای خود خیست، دید که اینجا چی است. خب میره ببینه چک کنه که چی گپ است اوجا. خب هنوز هم چک داره، ببینیم چی میشه در ادامه دوستان عزیز. و این دوستان عزیزی واقعا ترسناک است. خب دیدین دوستان عزیز، این آقا هم آمد دوباره هم دم اتاق خود. با فکرم تلفن خود گرفت و دوباره میشینه سر جای خود و میبینیم که در ادامه چی میشه. اینجا را دقت کنین دوستان عزیز، دقت کنین، میبینین یک چیز سیاهی آمد. ببینین دوستان عزیز، در آینه معلوم میشه ولی مکی طرف میبینم هیچ چیز نیست. ببینین دوستان عزیز، خب گم شد. در ادامه چی میشه؟ خب دوباره به فکرم همو جمپر تکان خورد و هنوزم فکرش نیستی آقا، فکرش نیست چی اتفاقای در این اتاق مفته و کاملا خونسر در جای خود شیشته. دوباره ببینین آینه را دوستان عزیز، براتون اشاره کردم چیز سیاهی آمد. اگر دقت کرده باشین یک چیز سیاهی آمد و بازم متوجه چیز نشده. اینجا رو دقت کنین دوستان عزیز، دیدین یک چیز تیر شد از سون کامرا یک دفعی. خب دقت کنین اینجا رو دوستان عزیز، یک چیز سیاه را میبینین دوستان عزیز، او طرف سعی داره. گم شد. چون برای آقا دیده نمیشه تو چیزات و تنها داینه دیده میشه. خب داینه هم بغلش هست و نمیتونه ببینه تو چیزا را. ببینین اینجا چی نه، دوباره یک چیز آمد، یک چیز سیاهی آمد. دقت کنین دوستان عزیز، دقت کنین. خب دوباره اینجا گم شد و هنوزم متوجه نشده. نفر متوجه شد و رفت طرفش ببینه چی گپ شده.
خب شکی شده هنوز نمیفهمه که چی اتفاق در این اتاق مفته و مفته که میخواه خواب کنه. خب مچم چرت میزنه یا خواب میکنه نمیفهم دوستای عزیز و دقت کنین پاهایشان دقت کنین. کشش کرد از پایاش کش کرد. وای نفر فکر کرده پاهایش خواب رفته و پاهایش تکان داده میره. واقعا جالب است دوستای عزیز. اینجا میای طرف آینه سعی میکنه. چرا؟ زل زده طرف آینه. واقعا نمیفهم چی گپشو سری آدم که یک دفعه یا رفت طرف آینه توری سعی داره و هیچ تکان هم نمیخوره. جالبیتش اینجاست. خب هنوزم طرف آینه سعی داره. خب دوباره به فکرم کدام صدا را شنید و رفت. تشکر دوستای عزیز که تا آخر ویدیو با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار بدید و این ویدیو را لایک کنید. تشکر از همگیتان. خدا حافظ.